درود دوستان گرامی، یه تعداد کاست موجود هستش، کاست ماکسل یو آر، از این کاست های قدیمی، کاست ضبط صوت، رادیو ضبطا. ماکسل یو آر هستش که میبینید. این 490 بارکد ژاپنه، هیتاچی ماکسل، مال شرکت مثل که هیتاچی هستش، ژاپنی، ساخت ژاپن، آکبند، از همون دوران طلایی کاست. کیا باش خاطره دارن؟ کیا این کاست ها رو باز کردن و توش آهنگ پر کردن؟ نسل دهه 60، دهه 50، حتی 40، نمیدونم دهه 30 این کارو کردن، نمیدونم دیگه نپرسیدم. خلاصی یه تعداد موجود دارم و هم یه دونه تقدیم میشه که من قیمت یه دونه شو توی دایرکت بهتون میدم، و همین که خواستید این بسته هاش 10 تاییه، هر بسته هم 10 تاست، میتونم یه بسته هم بهتون بدم، هستش در خدمت.